پیشتاز سوسیالیست خوزستان 16 شهریور 1402 انتشار می‌یابد و در دسترس شما قرار می‌گیرد. بولتن کارگری را تکثیر و توزیع کنید و در اختیار همقطاران خود قرار دهید. سخنی با خودمان. رفقای کارگر نفت گچساران، خسته نباشید. چند روز پیش مقابل کارخانه اجتماع کرده بودید تا به مطالباتی که آقای کمالی مدیرعامل انتصابی شرکت نفت گچساران از روز اول قول انجامش را داده بودند پاسخی داده شود. ما هنوز روزی را که ایشان آمدند فراموش نکرده ایم. ایشان در جمع مدیران ارشد نیسوک و جمعی از مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نما کارگران قول دادند که وضعیت کارگران را درست می‌کنند. ایشان حتی حرفای گنده‌ای در مورد بهبود وضعیت عمومی مردم منطقه، احیای پروژه‌های عمرانی و محیط زیست و غیره زدند که آن سرش ناپیدا. بسیار خوب، وضعیت کدام یک از ماها در گچساران بهبود پیدا کرده؟ از روزی که دولت جدید آمد وضعیت کدام کارگری در سراسر ایران بهتر شده؟ کدام یک از ما کارگران قرارداد دائم امضا کردیم؟ در امنیت شغلی حرفه ما چه تغییری اتفاق افتاده است؟ همین 2-3 روز پیش بود که جنازه 6 تن از همقطاران خود را از عمق 700 متری معدن ترزه روی شانه‌های خودمان به غسالخانه بردیم. کارگران را بیخیال، مردم عادی چه؟ همین امروز قیمت خرید یک کیسه پلاستیک نان و بنشن و اگر بشود مسقالی گوشت 2-3 برابر شده، آن هم نه در گچساران بلکه در تمام ایران. فعلا از اینها بگذریم. شما در مقابل شرکت اجتماع کردید تا همان مطالبات اولیه‌ای که قول اجرایش را داده بودند خبر مرگشان عملی کنند. وعده‌های مانند اجرای کامل مصوبات 1400، بهره‌مندی از عیدی طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و غیره. آقای کمالی هم چغالی‌نامه‌ای برای اربابش دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرستاد. او در این نامه به اربابش چغالی کرد که این کارگرهای پرروی ما مقابل در شرکت اجتماع کردند و یک سری درخواست‌هایی دارند که در واقع درخواست اجرای مصوبه‌هایی است که توسط همین دولت تصویب شده است. احتمالاً اربابش هم جواب می‌دهد ابتدا بروید و با لسان هدایتشان کنید. یک مشت چلوچاخان بگویید و وعده بدهید. اگر نپذیرفتند و هدایت نشدند بر بچه‌های حراست و سپاه را دعوت کنید و در آخر اگر این هم جواب نداد چندتایی را دستگیر کنید، شلاق بزنید و به زندان بیاندازید. بقال قضیه بقیه را هم بکنید و قراردادهای موقتشان را باطل کنید و اخراج شوند. بعد التحریر. به حمدالله و تعالی ارتش ذخیره کار هم داریم. نگران نباشید، جایشان را پر می‌کنیم. ممکن است برخی بگویند مگر این بر بچه‌های هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست رمال و استرلاب انداز هم هستند که می‌توانند پاسخ جناب دانشی را پیش بینی کنند. نه دوستان، ما رمال و آینده خوان نیستیم. ظرف این 44 سال گذشته در عمل دیدیم همین خود شما چند سال است که دارید به این بلا تکلیفی و عدم امنیت شغلی و اعمال قوانین سلیقه‌ای اعتراض می‌کنید. دست کم 12 سال. چی شد؟ دولت حسین آمد گفت تقصیر دولت حسن بود و ما طرفدار کارگران هستیم. حسن گفت ما مقصر نبودیم، دولت نقی تقصیر داشت. دولت نقی گفت و الی آخر. مشکل ما دولت ها نیست. ما در عمل دیدیم که وقتی پایش بیفتد چگونه همین دولت بیطرف و کارگرپرور پوست ما کارگران را میکند. دیدیم که چگونه دست در دست بخش خصوصی پدرمان را در میآورند. اما در این حال این را هم دیدیم که چگونه به محض جمع شدن عده‌ای کارگر و اعتراض اینها دست و پایشان را گم می‌کنند و به تک و تاب می‌افتند.
نمونهش همین نامه شتاب زده آقای کمالی به دانشی. مشکل شما کارگران شریف گچساران مشکل ما هم هست. مشکل کارگران عسلویه و کنگاور هم هست. مشکل کارگران جاده کرج هم هست. کارگران صنایع فولاد، مازندران یا صنایع ریسندگی گیلان. درد ما کارگران نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان مانند هم است. همه ما کار میکنیم، تولید میکنیم و با خورونمیری نصیب ما میشود و اگر صدایمان در بیاید در کشورهای مانند ایران با چوب و چماق ساکتمان میکنند و یا مانند کشورهای آنور آب با دوزار دهشاهی اضافه حقوق سر و صدایمان را میخوابانند. این مشکل با اعتراض تنها یک گروه کوچک در اینجا و آنجا حل شدنی نیست. ما چاره‌ای جز به هم پیوستن نداریم. قدرت ما در اتحاد ماست. اتحاد سراسری و مستحکم همه کارگران. کارگران گچساران اعتراض می‌کنند. باشد ما هم اینجا به حمایت از آنان دست از کار بکشیم. رفقای ما در کنگاور و عسلویه هم کار را متوقف کنند. می شود یک مشت چاقوکش و دجاله را برای سرکوب بچه‌های گچساران فرستاد. اما وقتی حرکت ما گسترده تر شود آنها حتی به اندازه دجاله و پانداز نخواهند داشت که یک سایت را سرکوب کنند. ممکن است که بگوید نفست از جای گرم در می آید. با این کارها همین آب باریکه‌ای که در حال حاضر داریم خشک می کنیم. نه رفیق جان، ما هم مثل شما کارگریم. این آب باریکه هم دارد روز به روز باریکتر و باریکتر می شود. فقط ما نیستیم. حتی استادان دانشگاه ها را هم اخراج می کنند. زنان را به جرم چند تار مو از اداره بیرون می اندازند. دانشجویان از تحصیل محروم می شوند. مگر باریکتر از این هم ممکن است؟ ما هم این نگرانی ها را داریم و دقیقاً همین نگرانی هاست که ما را به فکر چاره‌جویی انداخته. ما هم می خواهیم این وضعیت تغییر کند و لااقل بچه های ما فردا با همین فقر و گرسنگی خودمان امروز با آن روبرو هستیم دست و پنجه نرم نکنند و تجربه ما نشان داده که هر جا با هم بودیم و دست جمعی حرکت کردیم موفقیت هایی نیز داشتیم. ما که هنوز خاطره اعتصاب عمومی پدرانمان را در همین نفت جنوب فراموش نکردیم. رفقا، هر حرکت و اعتراضی که ما می‌کنیم مانند جوی کوچکی است که نیروی اندکی در خودش دارد و تا حد معینی پیش خواهد رفت. اما اگر این جویبارها به هم متصل شوند، اگر این انرژی‌ها به هم بپیوندند، ما سیل بنیانکنی خواهیم شد. این را صاحبکاران و دولت‌های رنگارنگ آنان نیز می‌دانند و به همین جهت است که به تکاپو می‌افتند. البته ما هیچگاه اهمیت مبارزه برای بهبود وضعیت خودمان را نادیده نمی‌گیریم. استقبال هم می‌کنیم. چه کسی از بهتر شدن وضعیت بدش می‌آید که ما بدمان بیاید؟ ما حتی نباید یک روز به دولت صاحبکارها فرصت بدهیم که نفس راحتی بکشد. هر وقت امکانی بود باید اعتراض کنیم، حتی اگر شده برای گرفتن یک یونیفرم و دستکش و یا یک قالب صابون. ولی در اینجا توقف نمی کنیم. ما کنترل کارخانه ها را می خواهیم. ما خواستار باز کردن دفترهای حساب و کتاب هستیم و از شما چه پنهان ما خواستار سرنگونی شما و برقراری حکومت خودمان هستیم، زیرا می‌دانیم تا زمانی که شما و امثال شماها کارفرما باشند و در قدرت و ما کارگر و فرمانبردار قدرت، خشتی جابجا نخواهد شد. پیش به سوی اشغال و اعمال حاکمیت خود در کارخانه ها، پیش به سوی کنترل بر تولید و توزیع در کارخانه ها، پیش به سوی ساختن هسته‌های مخفی کارگران پیشتاز سوسیالیست، پیش به سوی اتحاد کارگران پیشتاز بر محور یک برنامه اقدام کارگری، پیش به سوی اتحاد عمل سراسری کارگران برای حمایت از کارگران زندانی
و در نهایت پیش به سوی تشکیل ستاد رهبری کارگری.